یک مدافع نبود، او یک رهبر، یک جنگجو و قلب تپنده هر تیمی بود که پیراهنش را برتن کرد. این داستان سرخیو راموس است. سرخیو راموس در 30 مارس 1986 در سویل به دنیا آمد. فوتبال را از خیابان‌های محله‌اش آغاز کرد و خیلی زود استعدادش او را به باشگاه سویا رساند. سال 2005 راموس تنها 12 سال داشت که با قراردادی تاریخی به رئال مادرید پیوست. از همان روز اول نشان داد که قرار است ستون دفاعی تیم باشد. راموس فقط یک مدافع نبود. گل دقیقه 93 او مقابل اتلتیکو در لیسبون تاریخ رئال را تغییر داد. او بارها در سخت‌ترین لحظات ناجی کهکشانی‌ها شد. در پیراهن لاروها راموس 3 جام تاریخی بالای سر برد. یوروی 2008، جام جهانی 2010 و یورو 2012 او بخشی جدا نشدنی از نسل طلایی اسپانیا بود. بعد از 16 سال درخشش او از رئال مادرید خداحافظی کرد. در پاریس سن ژرمن هم جنگید، اما قلبش همیشه در اسپانیا می‌تپید. سال 2023 به خانه برگشت. سویا. سرخیو راموس، جنگجویی که هرگز تسلیم نشد، افسانه‌ای که در تاریخ فوتبال جاودان